استادان تقلید صدا رفته که هیچ صدایی در دنیا نیست که اون نتونه شبیه سازیش کنه. اسمش لایبره. لایبر، نام عجیبترین پرنده دنیا که با توانایی فوق‌العاده در تقلید صدا حالا اعجاب و کنجکاوی دانشمندان علوم زیستی رو برانگیخته. شاهکاری از خلقت با تقلید صداهای متنوع و منحصر به فرد. تقلید صدای وسایلی همچون شاتر دوربین عکاسی، اره برقی و آژیر دزدگیر خودرو که ویژه این پرنده نادر استرالیایی است و در صدر تحقیقات پژوهشگران این کشور قرار گرفته. لایبر به علت تارهای صوتی بسیار توانمند و انعطاف‌پذیرش مشهوره، تا جایی که میتونه صدها صدای متفاوت در دنیای اطرافش رو به طرز ماهرانه‌ای تقلید کنه. این پرنده بومی بر اساس یافته‌های پژوهشگران دارای گوش‌های تیز و حافظه‌ای قوی است، به طوری که در کوتاه‌ترین زمان پس از شنیدن صدا اون رو ذخیره، بازسازی و تقلید میکنه. تقریبا فاصله 30 متری برای ضبط صدا کافیه. این پرنده 4 ساعت در روز میخونه، ولی نباید زیاد بهش نزدیک شد چون دیگه نمیخونه. پرنده‌ای که در مناطق حفاظت شده استرالیا از جمله پارک‌های ملی سیدنی و ملبورن حالا زمینه جذب گردشگر خارجی رو هم فراهم کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.